سلام. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور میگوید مشکلات تکنیکی سد راه مذاکرات بین الافغانی حل شده است و افزوده هیئت مذاکره کننده حکومت آماده مذاکرات با گروه طالبان می باشد. هند و ایران در مورد موضوعات افغانستان صحبت کردند. بر اساس گزارشات وزیر دفاع هند حین سفرش به تهران با همتای ایرانیش در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو کرده است. سفیر چین در کابل میگوید به مشکلات تجاران افغان رسیدگی خواهد شد و امروز در دیدار با تجاران افغان تعهد کرده است که کشورش تمام سهولیات را مهیا خواهد کرد. وزارت امور داخله میگوید هیچ کسی و یا گروهی حق ندارد به مناسبت 18 سنبله با یونیفرم و اسلحه شهرگشتی کند و نیروهای امنیت مراسم هفته شهید را تامین میکند. و پادشاه سعودی میگوید اسرائیل را تا ساخت یک فلسطین آزاد و مستقل به رسمیت نخواهد شناخت. ملک سلمان در تماس تلفنی با سران فلسطینی از داعیه برحقشان دفاع کرده است.